توی این آموزش میخوام بهتون بگم که اصلا احتیاج به شابلون نیست که بخواید یه تابلویی رو بکشید. حتی میتونید یه پرینت ساده بگیرید و با پرینت ها چیدمان کنید و یه تابلو خوشگل بسازید. این نمونه طرحو من تو پینترست دیده بودم. یه تابلو چارقل درست کرده بودم، کنارش خالی بود. خیلی تصمیم گیری سختی بود که کنارش چی کار کنم، تا اینکه دیدم قبلا این پرینت ها رو ما گرفته بودیم و توی گالری بود. تصمیم گرفتم که این نمونه آموزش رو هم برای شما بذارم، هم کم خرجه و هم خیلی تنوع کاری خیلی بالایی رو میتونید به کارهاتون بدید، چرا که چیدمان دست خودتون هستش و ما دو طرف تابلومون اصلا قرینه نبود، چون هر کدومو که هر طور که دوست داشتیم روی سطح کار گذاشتیم. همونطور که میبینید برگا زاویه های مختلفی دارن، خمیدگی های مختلفی دارن. اول من چیدمان کردم، جای مناسب رو که انتخاب کردم برگ رو گذاشتم و با مداد همونطور که میبینید دورش رو پررنگ کردم. این کار رو انجام میدید. من یه سری از برگ ها رو زیر و رو کردم، یعنی یه سری از برگ ها رو گذاشتم زیر اون یکی برگه بمونه که حالت طبیعی تر داشته باشه. بعد از اینکه چیدمانمون رو کاملا انجام دادیم، حالا نوبت این رسیده که تکسچری که ریختیم توی قیف رو روی سطح کار بذاریم. من اینجا از تکسچر یونیک استفاده کردم، البته که نداشتم. تکسچر سرامیک بهترین حالت هستش. تکسچر یونیک یه مقدار زبری داره. چون من اون لحظه داشتم آموزش رو ضبط می‌کردم دیگه استاپ نکردم، کارم رو ادامه دادم و می‌بینید که خیلی هم خوب انجام شد. ولی بهتره که شما با تکسچر سرامیک این کار رو انجام بدید. تمام طرح رو میزنید و اجازه میدید 24 ساعت که حالا 24 ساعت هم نه 6-7 ساعت که تکسچرتون کاملا خوش بشه. بعد از من رنگ زمینه استفاده کردم. شما میتونید اینجا رنگ برگتون رو تغییر بدید، مثلا رنگ تیره تر بکنید، رنگ مشکی کنید کلا برگ ها رو، هر رنگی که دوست داشته باشید. من از رنگ زمینه زدم که برگم از زمینه جدا باشه. نکته ای که هستش اینه که توی رنگ گذاریم دقت کردم که برگ هایی که زیر هستن رو با رنگ تیره میبینید. الان این برگ که دارم روش کار میکنم زیر دوتا برگ دیگه است، پس سایه این دوتا برگ ها میفته روی اون برگ زیری. پس برگ زیری رو میبینید که دارم تیره میکنم. هر چقدر که به سمت بیرون میاد رنگ برگ رو روشن‌تر میکنم. این کار رو اگر روی برگ ها اجرا کنید و اعمال بکنید یه پرسپکتیو خیلی خوبی بهتون میده و بود برگتون خیلی قشنگتر میشه، حالت نقاشی میگیره و خیلی جذاب میشه. ولی اگر یه رنگ یک دست هم بزنید مشکلی نداره، ولی سعی کنید که یه ذره بازی با رنگ داشته باشید و رنگ هاتون رو اینطوری با هم دیگه ترکیب بکنید. من الان این ور سفید رنگش روشن‌تر هستش، مثلا رنگ سفید هم اضافه نکردم، ولی شما میتونید دستتون باز هستش که رنگ سفید هم بزنید. حالا از رنگ روشن میرم به سمت رنگ تیره، از رنگ تیره هم میام به سمت روشن. تقریبا به این کار میگم فید کردم و رنگ هاتون هم دیگه ترکیب میشن و یه سایه خیلی خوشگلی رو روی سطح کارمون میندازن. با تمام برگ هامون این کار رو انجام میدیم و اجازه میدیم که رنگی که زدیم کامل خوش بشه. رزین و هاردنر درست میکنیم و اینجاست که باید شما یه مقدار سلیقه خرج بدین. من از گل برگ ها استفاده کردم. با چند روش الان بهتون آموزش میدم که چطوری رزین و سنگ رو بریزید. اولین روش این بود که یه رزین خیلی نازک روی سطح کار ریختم، بعد سنگ رو ریختم پاشیدم روش. توی مرحله دوم اومدم سنگ رو کامل روی برگ گذاشتم، همونطور که دیدیم با قلم رو ترتمیز کردم و بعد رزین رو ریختم روش. این دوتا مرحله سنگ ریزی دیگه اختیاری هست، شما هر کدومو که راحت ترین. کیفیت کار در هر دو صورت خوب در میاد از آب و من در نهایت همه رو سنگ ها رو چیدمان کردم و بعد رزین رو کامل ریختم روش. توی برگ ها یکی از برگ ها رو بذارید کاملا بدون رزین بمونه، یه سریاش رو فقط رزین بزنید، یه سریاش هم سنگ و رزین بزنید که جلوه بهتری داشته باشه. خب اگر از این ویدیو خوشت اومد حتما لایک کن که ادامه آموزش رو هم براتون بذارم. آموزش جامع ترش هم برای هنرجوامون توی دوره میذاریم.